موچی لقمه‌ای نسخه مدرن دسر ژاپنیه که این روزا خیلی ترند شده. بارد گلوتینوس درست میشه و برای همین یه بافت نرم و خاص و کشدار داره. بریم با هم دیگه درستش کنیم. بارد گلوتینوس، پودر قند، نشاسته ذرت، پودر کاکائو، وانیل، روغن، مخلوطشون کنیم. شیر رو کم کم اضافه کنید تا هم بزنیم. موادتون از صافی رد کنید. بره روی حرارت ملایم تا بپزه. بعد بهش کره اضافه کنیم. اینجا کره رو برای این اضافه میکنیم که خمیرمون چون چسبناکه به دستمون نچسبه. و اگر هم خواستید ورز بدید به هیچ عنوان روی خمیر رو چنگ نزنید تا اینجای دستتون خمیر رو باز کنید. به این شکل پوپک‌های کوچیک درست کنیم. پوپک‌های کوچیکی که گرفتید از خمیرتون رو بغلتونید داخل پودر کاکائو الک شده. ممنون میشم هر چقدر ویدیو منو دوست داشتی با لایک و کامنت حمایتم کنی.